به نام خدا، من محسن کیشانی هستم با آموزش اوراکل اپکس. امروز میخوام در مورد اوراکل اپکس یا همون اوراکل اپلیکیشن اکسپرس صحبت کنم. اگه دنبال یه پلتفرم ساده و سریع برای ساخت اپلیکیشن های تحت وب هستی، مخصوصا روی دیتابیس اوراکل، این ویدیو برای توه. بخش اول، اوراکل اپکس چی و از کجا آمده؟ اوراکل اپکس در واقع یک پلتفرم توسعه یا لوکوده. لوکود یعنی چی؟ یعنی برای ساخت اپلیکیشن لازم نیست همه چیز رو از صفر با کدنویسی سنگین جلو ببری، بلکه خیلی از بخش‌ها رو با ابزارهای آماده مثل درگ اند دراپ ساخته میشه. اولین بار سال 2000 این برنامه توسط اوراکل HTML و از سال 2006 به بعد دیگه اسمش عوض شد به نام اوراکل اپکس، هم به همون اسم اپکس شناخته شد. هدف اوراکل این بود که کاربرهای دیتابیس راحت بتونن یه اپلیکیشن تولید کنن بدون اینکه نیاز به ابزارهای مختلف یا زبان پیچیده‌ای داشته باشن. معماری اوراکل اپکس هم خیلی جالبه. همه چیز رو وقف داده با خود دیتابیس اوراکل. از ساخت اپلیکیشن های داده و حتی تنظیمات داخل دیتابیس، یه موتوری به نام اپکس انجین که داخل دیتابیسه که درخواست ها رو پردازش میکنه و صفحات وب رو تولید میکنه. رایج‌ترینش هم اوراکل رست دیتا سرویس یا همون ORDS و در نهایت کاربر با مرور معمولی به اپلیکیشن دسترسی پیدا میکنه. حالا بعضیا میگن خب چرا اوراکل؟ نرم افزارهای مشابه دیگه‌ای هم هستن. خب اوراکل به این دلیله که با دیتابیس اوراکل خودشو وقف داده و برای مشتریای اوراکل راحت میتونن خودشونو توسعه بدن. هزینهش خیلی کمه، احتیاج به خرید لایسنس نیست، سرعت بالایی داره در تحویل اپلیکیشن ها و با ابزارهای مشابه مثل مایکروسافت پاور اپ داره رقابت میکنه. برای شروع باید ما داخل URL یکی از مرورگرامون اوراکل اپکس رو سرچ کنیم. باید دقت داشته باشیم که حتما باید VPN داشته باشیم، به این خاطر که ما یک کشور تحریم هستیم و حتما باید از VPN برای باز کردن سایت اوراکل اپکس استفاده کنیم. بعد از باز کردن سایت اوراکل اپکس شما میتونید اینجا یه سری داکیومنت ها و ویدیو ها رو به صورت رایگان مشاهده کنید که حالا با کلیک رو هر کدوم هم داکیومنت های به صورت انگلیسی قوی داره، هم فیلم های ویدیویی داره که من از داکیومنت ها بیشتر استفاده میکنم، کاملتر و با جزئیات بیشتری برامون توضیح داده. برمیگردم به سایت خود اوراکل اپکس. اینجا شما میتونید کلیک کنید ساین کنید. شما میتونید از خود ورک اسپیس اوراکل اپکس استفاده کنید که 20 گیگ حجم به شما میده که داخل ورک اسپیس خودش یک اپلیکیشن بسازید و از اون استفاده کنید. بعد از کلیک روی ساین شما یک صفحه‌ای برای شما باز میشه که یوزرنیم، پسورد و ورک اسپیس رو میتونید اینجا اطلاعاتتون رو وارد کنید و لاگین کنید. ولی چون ما دفعه اول وارد شدیم و هم الان ورک اسپیسی نداریم، باید روی ریکوست ورک اسپیس کلیک کنیم. باز شدن اینجا ریکوست ورک اسپیس باز میشه برامون. میتونیم اینجا نام خانوادگی، ایمیل و یک نامی را برای ورک اسپیس خودمون انتخاب کنیم، کشورمون و حالا سازمانیم یا شخصی. اینجا ما میایم نام خانوادگیمون و ایمیلمون رو وارد میکنیم. یک ورک اسپیس
برای خودمون انتخاب میکنیم. کشورمون فکر نکنم ایرانو داشته باشه. من اسلاف من رو انتخاب میکنیم. حالا شخصیه، سازمانیه، شخصی. نکست رو میزنیم. یه سری سوالات از همون میپرسه. شما آشناییت دارید با اوراکل اپکس؟ بله. اینجا میگیم بله. نکست رو میزنیم. Oracle Apex Server Agreement. Next. اینجا یه سری اطلاعات به ما میده. نام خانوادگی، ایمیل، اطلاعاتی که خودمون وارد کردیم. درخواست ساخت یک ورک اسپیس توی خود سایت اوراکل اپکس رو اینجا سابمیت میکنیم. بعد از سابمیت کردن میگه حالا برید ایمیل خودتون رو بررسی کنید. در صورت تایید اونجا میتونیم کلیک کنیم و ایمیلمون، ورک اسپیسمون یک پیغامی میاره که میتونیم بریم ایمیل خودمون رو نگاه میکنیم. کلیک که میکنیم ورک اسپیس برامون ساخته میشه. بعد از مدتی از سایت اپکس یه ایمیلی دریافت میشه که ورک اسپیس ریکوست اپرووال. حالا یه ورک اسپیسیه، یوزرنیم پسورد رو برای شما میسازه. از این به بعد برای لاگین از این یوزرنیم پسورد باید استفاده کنید. روی کرییت ورک اسپیس کلیک میکنید. بله، ورک اسپیس برای ما ساخته شد. حالا وارد قسمت لاگین اوراکل اپکس میشیم. بله، میبینیم اینجا یوزرنیممون رو زده. حالا از همون پسورد میخوام. ما یک پسوردی براش قرار میدیم. میگه باید 8 کاراکتر باشه. چنج پسورد. بله، پسوردمون ساخته میشه. حالا وارد صفحه اوراکل اپکس میشیم. اگه این آموزش برات مفید بود لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن تا قسمت‌های بعدی آموزش اوراکل اپکس رو از دست ندی. قسمت بعدی خیلی عملی تر و هیجان انگیزتره. ما میخوایم از توی گالری یونیورسال تایم رو نصب کنیم و تمام جزئیاتی که توی یونیورسال تایم هست رو دونه دونه توضیح بدیم. هر کدوم توی یک اپلیکیشن مجزا اون رو پیاده سازی کنیم و نحوه نمایشش، نحوه اینکه از آپشناش چجوری استفاده کنیم و دونه دونه به شما آموزش بدیم.